गो अल्लाह पाक नामा फरीद बलोचान शहरस्तान सरावान उम्मीद कना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जाना सेहत सलामत बकंत वहीश गुना सख्ती व सूर्य मगिंदाते दोस्तन मोहतरम बरहस पे वजीफ़े वत आ चीज़ के माज उस्तादा से किता दोस्तन जो सकने माम बरहस पे एक हम मुके इल्म के खुदा मारदा था चीज़ का मा याद गिफ्ता आरामा राज देमा पेश कने उम्मीद करें कि राज बतवान बेहतरीन इस्तिफादा अजवती साज बबारत व वती साजा बेहतरीन इस्तिफादा बतवान बकारगिरी कन व ما در کلیپ گذاشته هم عرض کو ما گو یک دست کار کنیم گو یک دست گوشین داشته اگر کلیپان کیفیت نه ایشو که کمار همچه امکانات نه کلیپ पे کیفیت بالا ضبط بکنیم نولا ما تصمیم گرفته یک مکان ببندیم برایشی که هنرمندان در این مکان جمع بکنیم و آنه که پیتش ساز بسکیں رایگان آنا آموزش بدیم مجانی آینا آموزش بدیم بدون ایشی که هیچ گونه حق و زحمه از نو درباران طلب مکنه نیازیم به یک مکان هست پکی مکان بندیم و پد یک سری وسایل ماره نیاز هست پیتن که وسایلانه هم تهیه کنیم تا ایشی که بتوانیم بهترین صدا و بهترین تصویر بهترین کلیپا برای راج بگیریم و پیش بکنیم حقیقت می دست و تنگ و می زور نرسید که وسایلان خرید کنه این مکان آماده کنه پامی خاطر از وقتی راج دستبندی کنه آواز یعنی که پیتش برای بلوچی زبان برای مادری زبان برای وتی ساز و زیمیل سرمایه گذاری کنه گو بنده حقیر همکاری کنه در حد توان هر دوست که توانت بنده حقیر کمک بکن تا این مکان ما انشالله ببنده پدا بتوانه وسایلان هم بزورین و انشالله نو در بران آموزش بده آینه پسک کارنه سرو تنبورا تیشی که میں موسیقی روز بروز دنیا اتها چمکدار تر ببو و تمام قوما میں موسیقی پسند بکنه و وقتی نوکن گوشندیانا ما در بگیجیں و آینا دنیا اتها پیش بکنه چون می بلوچستان اتها گوهر قیمتی است ته خوانندگی ته نوازندگی مطلب چون که آینا استاد نیست آینا संभालोक ने इशियो का आया तहनका इश्कार करता न कने नमोने फरीद बलोच बरहस वजीफे वाद बोनवान एक बलोच है तकरीबन अंदर तूले 4 साल के मुंतहपड़ मौसीकी आता है आसार हुनरमंदान कदीमा नवाराशा मौज जाए के कि आयना असलन जब्त है खासित नबूता आयना नवारान हम फूली जोरता या औरता तब्दील करता राज देमा पेश करता तईशी के मैं नमीरान गुशंदा दोबारा राज देमा आयना आसार जिंदा बबूत व राज वती कदीमी गुशंदयान है साज सोज गोश मदारे व हंगत मुंदर तलाशा के कुहतरें गुशंदयाना आसार शदर के जा राज देमा पेश मकाना व हकीकती इकार हुनर जमकाना या कमों के सख्तें कारे व तहनकाज अहदे मन फरीद बरनैत कमो बतवाना या मकान आमादा बकाना कि नो दरबारान उद बसकारिना नो दरबारान उद तालीम बदया शी
راج دلبردیو راج همکاریا طلب کن. امید کنم که راج در حد توان وقت گو بنده غیر همکاری بکن. هر دوسه که مایل بود کمک بکن به شمارهانی که ته کلیپ زیر نویسمه هم تماس هم واتساپ توان در ارتباط بود و ما راج منتوار بین. مروزی دوستان جو سکنن در مورد خروک سروز ما پیسر هم توضیح دادد. خروک سروز دوستان محترم الان چند نمونه خروک ہیں. خب دوستان توجه کنه چند نمونه خروک ہیں. هنچو که عرض کو هر سروز یا خروکی ہوا یا کٹوئی خروک ہوا یا سروز کسانی خروک ہوا یا که متوسط ہوا. پس هر سروز یا خروکی ہوا پس روزان یا خروکی نوارن. نو ادا دوستان عزیز توجه کنه مهمترین چیز ته سروز ای خروکو. خروک نفس سازو نفس ساز تامی خروکو. اگر شما ای خروک خراب بو کلوفت بود برز بود میزان بو رنگ بود قطعا شما ای سروز صدا خفه بود. و پدا قبلا ما عرض کو وقت که شما هرو کو برید باید به حالت کشوی بی اعلی دندایان برید. خروک چو بگیرید دندایان خروک برید. خروک هیچ زمان چو سر سروز نادنگ نبو بی حالت. دوستان توجه کنه بی حالت سروز نادنگ نبو یعنی راسکا چونکه ای حالت ناتن نبود. اگر شما به ای حالت خروک من عدید اس سیم سر خروک فشاری آرین شما پوسا دیرین. بس حالت درستی ناتن به حالت حالت کشوی به حالت ناتن بود. هنچو قبلا عرض کو اس سر خروک اونی گوشوارا میزان بود ای دوم بی ادانه بود. پس دوستان توجه کنه و داران که ما برای خروک استفاده کنه بهترین داران که استفاده کنه یک توتو یک کنارو یک پورتوکو یک جاکو. بس این دار برای خروک هم محکمه هم تواری داره. یک دو سه اتس روزی آورتد اما بلوچی کرگ یا کرک خروکی بناینتد این نرمین داره سیم ته دارن اندنت به مرور زمان این سیم این خروک خراب کنه و پوس هم خراب بود. و دیگه پورده ها هیچ زمان خروک شما سرپوس ناده ای پایان خروکو چسب مجنه تنها جایی که ای پادکان ما چسب جنه ته تنبوره و ته سرود ما اینا چسب نجنه. و پدا یک مورد دیگه هست وقتی که شما ای پوس بنده سر سروز ای پوس هم چسب مجنید. مادامی که شما پوس چسب جنید ای چسب صدای ساز شما را گرید. ای پوس وقتی که نمو شما ای گره بنده گناخه پینانی را جنید ایشا پینه شانه که جنید پوس خود بخود جای بالا ای پوس که بسته بدون چسب. خب پس دوستان عزیز توجه کنید دو مورد ادا تسرود هست. یکی مورد خروک نادگو هیچ زمان خروکا بی حالت تسرود مناده بی حالت جای همه ادا نه حکشما خروک مناده جای نزدیک ایشدانو و ازده که نال سروزو دولان کرک ایدم دولان کرک هم ایدم اید. اگر شمایی مثلا مچاره دولان کرک ایدم این وسط ناتا بود. و یک که دیگه در مورد روت سروز دوستان جو سکنه الان این روتای اصلیش روت اصلی کار دست موته این روت اصلیه. نو اگر شما مثلا کارهای روت اصلی تا روت قلابی یا همه مثلا نخی بو یا پلاستیک بو چیو صدای سروز تغییر کن
هاغيك شما كمانك كاشيت خيس خيس تواردن گيش گيش تواردن بلا ما دامك شما روتا اصلي ببود صدای سروز هم طبیعی تر بود. پس دوستان توجه کنید مروزی دو سیاتا جوز کرتد که خروک سروزا چونکا منادا قبلا ما توضیح داتد مال احتمالا کلیپانش نچارتد مجدد مجبور بودتے ہیں کہ کلیپ تازه تر کنه با یک سری توضیحات جدید تایشی که ذهن دوستان بهتر منندید و دیگه چیزی که تسرود هست این تارانه که ماشما این شیطاندار هم ایده هست این هم ساک مهم و تسروز شیطاندار بعد این سیم که زده بورت ها مستقیم این خط باید هم ده کمی شیار بیاد اگر شیارش ما ایدیم تیر ببود شیار شیطاندار آدم تیر ببود باز هم تسرود شما تأثیر ندید ته صدای تأثیر ندید خروک سر جا وقت قرار نگرید سرود بدساز بود امید کنن که این کسانی کلیپ مورد پسند قرار بگیرید الله گنجین رحمتانه باو